تصور کنید در شهری بیدار میشوید که ربات‌ها خیابان‌ها را جارو می‌کنند، ماشین‌ها خودشان رانندگی می‌کنند و برنامه صبحگاهیتان را هوش مصنوعی مدیریت می‌کند. انگار توی فیلم‌های علمی تخیلی هستیم. نه. اما واقعیت این است که هوش مصنوعی همین حالا هم بخش بزرگی از زندگی روزمره ما را شکل می‌دهد، حتی اگر متوجه نشویم. از لحظه‌ای که بیدار می‌شوم تا وقتی خرید آنلاین می‌کنم، هوش مصنوعی بی سر و صدا همه چیز را تغییر داده. بیایید ببینیم چطور. اول از همه، سلامتی. ساعت هوشمندم خوابم را تحلیل می‌کند و با یک ویبره کوچک به من می‌گوید امروز چقدر انرژی دارم. در بیمارستان‌ها، ربات‌های جراحی با دقت بالا عمل می‌کنند و اپلیکیشن‌های هوش مصنوعی مشکلات پزشکی را حتی قبل از پزشک هشدار می‌دهند. مثل این است که یک دستیار سلامت شخصی همیشه کنارم باشد. حالا، آموزش. روزگار فرمول‌های بی پایان و کلاس‌های خسته کننده گذشته است. با هوش مصنوعی، درس‌ها دقیقاً مطابق سبک یادگیری من تنظیم می‌شوند و معلم مجازی همیشه آماده کمک است. یادگیری نه تنها آسان‌تر، بلکه واقعاً سرگرم کننده شده است. خانه‌های هوشمند را فراموش نکنیم. کافی است بگویم چراغ‌ها را خاموش کن. همه چیز خودکار انجام می‌شود. یخچالم به من می‌گوید چه چیزی کم است و آن را به لیست خریدم اضافه می‌کند. حتی گیاهانم هم خودکار آبیاری می‌شوند. مثل این است که یک یاور ساکت همیشه کارها را انجام می‌دهد. هوش مصنوعی فقط یک ابزار جدید نیست، به یک همراه همیشگی تبدیل شده است. به من کمک می‌کند انتخاب‌های بهتری داشته باشم و زمانم را بهتر مدیریت کنم. اگر نمی‌خواهید عقب بمانید، الان وقتش است که وارد این دنیا شوید. مشترک شوید، به خانواده آینده سازان بپیوندید و زنگوله را بزنید. آینده همینجاست. آیا شما آماده اید؟